ارزش، اینا درسه. هر کدام از اینها برای سیاستمداران ما، برای رؤسای جمهور آینده ما، برای کسانی که در یک بخشی مورد اعتماد ملت قرار میگیرند یک سرمشق است. من توجه کنید، بعد از فقدان این عزیز من دیدم خیلی از همه تقریبا روزنامه‌ها، همه مطبوعات، در فضای مجازی اشخاص گوناگون از جریان‌های مختلف دیدم همه از خدمات او و تلاش‌های شبانه روزی او حرف میزنند، از او تمجید میکنن، تعریف میکنن. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت. در زمان حیات او اینها یک کلمه حاضر نبودن از این حرفها رو بگن. در زمان